سرچشمه تامین آبیاری کنی زمین‌های کشاورزی شهر ترسونزاده دریاهای قراتاق و شیرکند و کانال حصار بوده برای آبیاری میدان‌های کش 42 شبکه آبیاری با طول درازی 212 کیلومتر خدمت می‌رساند. در حدود شهر این شبکه‌های آبیاری و 9 زهبور و زهکش‌های بین خوجتی با طول درازی 34.7 کیلومتر موجود است. همه این میدان‌های کشی زراعت‌های کشاورزی از جانب اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسونزاده سری وقت با آب تامین کرده می‌شود. اداره دولتی بهداشت زمین شهر ترسونزاده با باوری گفته می‌تواند که در موسم آبدهی همه خوجگاه دهقانی را با آب فلزی تامین نماید. این حال با همگان معلوم است که خوجگاه دهقانی کشتی اول خود را به آخر رسانیده خاصیت دل خود به دست آوردند. اداره دولتی بهداشت زمین شهر ترسونزاده با خوجگاه شهردمه بسته با موفقیت گفته می‌تواند که در موسم آبدهی همه خوجگاه دهقانی را با آب فلزی تامین نماید. موسم تیرماه و زمستان سال گذشته از جانب مسئولین ساحه با مقصد بهتر نمودن حالت ملیارتیوی زمین‌های آبیاری شونده کشاورزی و بلند برداشتن محصولات نوکی 15320 متر کوبی با طول درازی 5770 متر زهبور و زهکش‌ها توسعه کرده شده. 155 گکتار زمین‌های کشاورزی که حالت ملیارتیوی غیر قناعتبخش داشتند و حالت قناعتبخش برگردانده شد. متخصصان اداره دولتی بهداشت زمین و آبیاری در شهر ترسونزاده کوشش می‌نمایند که در موسم آبیاری زراعت‌های کشاورزی تمام شبکه‌های آبیاری برای خدمت رسانی آماده باشد و آنها توانند سریع وقت کشاورزان را با آب تامین نمایند.